های شانس هم نداره. پول حاله پول صبح که پول تا گرفتگی ادر مادر شمیاره بچه تا روزش میکنه میگی پول حساب گرفتگی. بیا مقصد و قناموس داری ننگ داری اما خدمت عوض مثال در دیگه کسا میکنی نه که بیا در وطن خود بیا که بیا در وطن مثال دستگیری که بجیان بقا مثال وطنی خودمانا ای راه ای برادرایی که مثال در برد هستن تر در این راه خطا پیش میکنن پشت بگردن. چی میگم ازم خاک بیاید اختا پروردگار دندلش بدازه عبدالرحیم جان همه تونی خیلی بیو دیگه زن تبگی بیو هر دو خیلی بیوی بیو مرم از هم میسته بیو اول سری وقت بگرد اینه دون که همه روی طرفته روی خطا کی ترام ای پیش خردیر کار نکرد اما میدونم که ترام مجبور کیسه فریب کیسه اطلاعی که دعوت میکردم که از مشاوره عمر علی خواتو و امروز اومدم در تاجیکستان منم بخشیدم برادر عزیز خودم خشتامنش هستن خب اینمارم که یکی از اما اعضای گروه 24 بودیم یا انشاءالله مادر میبخشه حکومت بخشیدگی ای دیگر اوز دست خداوندم انشاءالله میبخشه. الان ما در خونه برادر نورالدین رضایی که پدرش محمد سعید رضایی من والله بالله تالله کار پیش خودم که هستم به خاطر وجدانم. معلوم شد که با دستور شعبه کارهای داخلی که شارخ سعیدوف راهبری میکنه با دستور و با آن روی خطی که آنها دادند که بچه‌ای که در هر کجا هستن مخالف حکومت ترکستان خانه آنها برد و با نزدیکان آنها صحبت کنه تا که آنها برگردن به تاجیکستان. اون نفر با یک یا دو نفر با نماینده‌های همون وزارت کارهای داخلی رفتگی است با همون آدمای شاروخ سعیدوف. شهرت رحمت الله هم کمش رفتم امروز دیره زد نمر زد دیره ما بود همشو گروه 24. آیت الله گیلیایف با یک چند کارمندان کمیته امنیت ملی به خانه ما رفتند و گویا آنجا یک نوار ثبت کردند با مراجعت تا که ما به وطن برگردیم بیاییم وطن آباد بوده است، آرام بوده است، تنج بوده است، آزاد بوده است. تایید خلوی نربیچه در دکچایید نسیه پردود دیده همین شعر میدونی؟ نه دیدی رمضان اومد چی پختایی تو خویای نربیچه در دکچای تو همین خیلی شعره برد ای خویای نربیچه را میخری کو خویای بخار را میریم در اونجا دلیکته زیتونی میخری همه انسان ها به دعوت های من برامدگی هست شاید. دوم عید بود، عید ماه شریف رمضان که در خانه دسترخوان عیدانه بود آمده بود با مادر برادرم صحبت کرد. اون نفر نه مرا میشناسد نه من وی میشناسم. در مسئله دعوتش که گویا ما با دعوتی او مخالف شده بودیم کاملا غلط است چون گروه 24 تشکیل نشده بود که ما علاقه موقع شهروندی ما معین کرده بودیم. آقای الله کبیری
خدای لعنت کنه که همون مردک که میگه که بیچاره از روی کبیری رفته 28 تا 6 تا کبیری داوود در مرسدس جیب بشینه زن شخص که این آدم خانواده‌اش مرد از گشنگی ده با اون بچه‌اش رفته است با اون حضرتش ده زنی و کبیری اخر نه خب همه خیلی ظلم کنی به ملت. همون دیده من یک سر چند نفره من به خاطر وجدانم پاک شدن حق خونه حریتش میرم. خودی آیت الله گیلایف نمیتواند به تنهایی به خانه های مخالفان رود چون که در دست یک نفر اینقدر معلومات کافی از کجاست که نشانی هر یک خانه های مخالفان رو بداند و به خانه های مخالفان برود به تنهایی. ما اینا برگشتیم الحمدلله ما را قانون جمهوری تاجیکستان بخشید ما برادر خیلی همه بخشیدگی هنوزی نه برادر اومدگی هنوزی همیشه در من کنی بروم و خودم آزاد گشتن خودم نشان داد آن است که یگون کس را فریب نکرد. شخصایی که برگشتنی هستید من در همین جا هستم، مسنجر من کار میکند، رقم های تلفنی من لازم شد من آماده هستم به شما بدهم. نه قصدی رفتن به کشور را ندارم چون که به همگان معلوم است یک نفر مخالف با این حکومت اگر فرض کردیم برگردد چی بلای بر سرش خواهد آمد و این امروز که من در کشور نیستم در غیب من گویا یک چند دلوی جنایی باز کرده باشند پس خودتون قضاوت کنید عزیزان. ببینید ادوکات من بزرگمیر یارو در زندان است، برادر من رستم اماموف در زندان است، همسایه من اینوالید است، با ضرب شکنجه و چقدر اذیت ها آن را کردن که همون تهمت هایی که در حقش کردن آنها رو به گردن بگیرد معیوبش کردن و در زندان است. خب حالا همون دوست هایی که دوست های همین آیت الله گیلایف دو نفری که رفتگی هستن پیش همین نفر پیش همین آدم آنها در زندان هستن، یعنی که عفو با آنها حتی که آنها باور داشتن که بخشیده میشن کسی با ما کار نمیگیره ولی در زندان هستن. اگر حکومت امروز میخواهد که ما باورشان کنیم این چندان کاری مشکلی نیست. همان محبوسان سیاسی که امروز بدون گناه پشت پنجره قرار دارند همه آنها را آزاد کنند تا که ما باورشان کنیم و از آنی که ما را امروز دعوت میکنند که تا که به وطن برگردیم چرا مهاجران مهنتی که در روسیه قرار دارند با مشکلی های گوناگون گرفتار هستند و در عذاب و مشقت روز به سر میبرند چرا آنها را دعوت نمیکنند؟ چرا به آنها در داخل کشور کاری مناسب پیدا نمیکنند؟ فضایی که امروز تاجیکستان است زندان است، برای یک روشن فکر برای یک آزاداندیش زندان است فضای تاجیکستان. حالت زندگی که امروز هموطنان ما دارند خودکشی کردند، زنها کودکاشون هم میکشن، اون نفر جریمهش کردن خودکشی کشته. اگر که آزادان باشند زندانی هستند، زندان بودن بهتر است چون در تاجیکستان آزاد هستند چون فرق نمیکنه. معنی ندارد برگشتن من در شرایطی کنیم تا وقتی که این حکومت این اویله در سر قدرت هست برگشتن من معنی ندارد.